سلام. تصاویری که مشاهده میکنید از یکی از خوابگاه‌های دانشگاه مالزی هست. در یک روز تعطیل که بسیار خلوت اینجا، ساختمان‌ها دارای 7 طبقه هستند که معمولا به تفکیک در هر طبقه از ملیت‌های مختلف قرار میدن. این قسمت پشت بام یکی از رستوران‌های خوابگاه هست که مشرف به این ساختمان است. این قسمت فضای پشتی خوابگاه هست که در این نما می‌بینید شما درب خروجی هست، البته درب جنوبی هست که میتونن دانشجو از اینجا با وسیله شخصی خارج بشن و به داخل شهر برن.